ما به کسی دشمن نیستیم. بگذار با ما کسی دشمن هم باشد، ما به کسی دشمن نیستیم. والله که به کسی دشمن نیستیم. قسم به نام پروردگار. با مفصلتر صحبت خواهی صحبت‌های نماز جمعه سالهای پیش هست. با کلین عزیز شما را هم تاکید میکنیم نوار انشاءالله کلین هم میبینن. شما را خدا بختی دو با شوهرتان زندگی شیرین نصیب کنند. زندگی که همیشه خوشبختی رفیقتان باشد و فرزندای خوب خداوند در آغوش شما به دنیا بیاره. شما هم در نوبت خود اول بندگی خدا رو کنه، نمازاتان خانه کلین. در این را اکثری زنهای تاجیک ما، اکثری دخترای تاجیک ما نسبت به نماز بی‌پروا هستند. سلام علیکم برادرها و شفا فرما مراجعه دارم. بسیار شما برای ریش و موی سر دارو میپرسیده. میناکسیدیل 16% اومگا ایتالیا همچنین برادرها 5% هستای، ویتامین بیوتین هستای و همچنین سینک هستای ویتامین. برادرها اینجا کامپلیت کورس استفاده میبره. پریمیر 3 ماه دوام میتونه، در مدت 2 ماه میتونه که ریش برابره، ادام بین 3 ماه میتونه که موی سر برابره. کدمیده که در کره مرحمت مراجعه کنه، زنگ بزنید به همه شهرها دستافکا میکنیم. دستافکا بی‌پول برادرها. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. زنهای تاجیک ما، اکثری دخترای تاجیک ما نسبت به نماز بی‌پروا هستند. خواهرای عزیز، خداوند عبادتی بندگیش به مرد و زن برابر فرض کرده است. زنها هم از وقتی به سنی بلوغ میرسند به عذر زنانه که در آمد رسیدن تا آمدن مرد نماز در گردن شما هم فرض است. شما رو خدا پگم میپرسه بندی من تو رو زیباگی دادم، من تو رو لطافت دادم، من تو رو نزاکت دادم، من تو رو عنوان دختری و مادری و خواهری دادم، من تو رو نفقت و احترام تو بالای پدر و مادر و شوهر و برادر لازم گرداندم، چی بندگی برای من کردی؟ خواهرای عزیز، این سوال برای جواب تیار کنید. شما فقط برای کرسکی کنی و قاشچینی و در کوچه ها گشتن نآمدید. شما برای عبادت و زندگی مقصود بهری بندگی است. زندگی بی بندگی شرمندگی است. بعد از عبادت پروردگار کلین عزیز شوهرت احترام کن، شوهرت دوست دار، نسبت شوهرت با آداب باش، نسبت شوهرت با وفا باش، با حیا و با عفت باش. خواهرای عزیز بازم میگم زیباگی زن آدابش است، زیباگی زن حیا و عفتش است، زیباگی زن خوش اخلاقیش و زبان شیرینیش است، زیباگی زن شوهر دوستداری است، زیباگی زن هنرمندی و کیوانگی است، زیباگی زن خانشینی است. آره خانشینی گفتم این حتمی نیست. اگر رفت روزگار شما کلام باشد، درآمدی شوهرتان شما را تامین کرده نتاند، میتونی کار کنی. اسلام برای شما اجازه داد از کار کردن. رسول اکرم ده ان الله اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، شما رخصت لیکن کاری به خودتان مناسب به خانمیتان مناسب کار کنید، نه با مردها آمیخت و الدرش. نه برای من خواهر عزیز، اگر ضرورت نباشد وظیفه شما خانشینی است. 1400 سال 300 سال 200 سال پیش فردوسی گفته بود زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند و زایند شیران نر. هنری خانم خانشینی است، هنری خانم شوهر دوستداری است، هنری خانم پاسبانی مال و ثروت و عزت و ناموسی شوهر است، هنری خانم فرزند خوب به جامعه تقدیم کردن است. این از خواهرای عزیز هنری شما. لیکن در این باب بسیار نمیگم زیرا که
بعضیا ناراحت میشه از شنیدن آواز من. خلاصه شوهرتان رو دوست داری بچن. رسول خدا میگه هر مرد خانم 5 وقت نماز سخانه، رمضان مبارک روزش دوست داره، با حیا و با عفت باشه، یعنی در شوهرش در ناموسش خیانت نکنه، در مالش خیانت نکنه، در فرزندای شوهرش خیانت نکنه، شوهرش دوست داره با او زندگی شیرین کنه، روز قیامت از کدام داری که خواهر بهش میداره. خواهرای عزیز، این دنیا جای فناست، جوانش پیری داره، شادیش غم داره، خرسندیش ماتم داره، تن صحتیش بیماری داره، بایگریش کم بغلی داره، پادشاهیش گداهی داره، حیاتش مرگ داره. کل شیء هالک الا وجهه. اگر سخنی منو باور نداری اطراف نگاه کن، بی ماماد کجا شد، بابات کجا شد. ببین بیمارخانه ها پر از بیمار هستن، مگر ویا تن صحت نبودن؟ بنابر همین این دنیا جای همیشگی نیست. جای همیشگی برای شما خداوند بستان سرای بهشت آماده کرده. خواهرای عزیز، خدا برای شما لباسای زیبا، گوشوار و چلو و بریلیانتی طلا براتان آماده که یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم حریر. اینا برای شما هستند. پیغمبر خدا تا گفتن ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. یک رویمال، حضرت یک چیزی ساده که زنهای ما دارن رویمال سرپوشان است. هم یک رویمالی که خدا برای بهشتی ها، خانم های بهشتی شما خواهرای عزیز، اگر با آداب و با حیا باشه، شوهر دوست باشه، اگر نمازاتان خانه برای شما یک رویمالی که در جنت آماده کرده است. اگر امروز در دنیا اوسیان میشد انگلیاده میموندن، همه دنیا رو میلیارد و تریلیون هاش با او برابر شد نمیتونست. از زیباگیش و نازکیش و شفافیش، چه جایی که لباساش است، چه باید جایی که پاپوشی هاش است، چه جایی که زیورها و اسباب آرایش است، چه جایی که خوشبویی هاش است، همش برای شماست خواهرای عزیز. بنابراین شوهرت دوست دار خواهرای عزیز. بازم میگم اگر زن تا شوهرش راضی نباشد بهش نمیداره. حتی زن به اجازت شوهر از خانه بیرون رود، خود به جایی که میرد خانه پدر میرد، خود دکتر میرد، باید شوهرش پرسد، باید خسر خشتامان پرسد، به اجازت میرد، لعنت الملائکه حتی ترجع، تا بازگشت آمدنش ملائکه الهی رو لعنت میکنن. این تحقیر زن نیست، این من کردن آزادی زن نیست، این پیشگیری کردن آزادی زن، این آداب زن است، این احترام شوهرداری است. آره این شوهر شما رو من نمیکنه، ضرورت که شد شما رو خودش به دکتر میبرد، خودش به دکان و بازار میبرد، خودش به خانه پدر و مادر میبرد، اما برای نگاه داشتن عزت شوهر، آبروی شوهر است این سفارش های شریعت. بنابراین کلین عزیز، خدا اگر به این نصیحت های من عمل کنیم، معراج شما رو دوست می‌داره. برای همسرتان، همسری شوهرتان همسری خوب و با وفا خواهید شد انشاءالله. یک جای هر دوتون معراج صدای من شنیدی استادی کلین عزیز، هر دوتان خداوند بختان دیاد تاکید میکنم که پدر و مادرتان احترام کنید، پدر و مادرتان دوست دارید. معراجین هم پدر و مادر شما رو احترام کند، دوست داره. شما هم کلین عزیز پدر و مادر معراجین دوست دارید، همچون پدر و مادر خود احترام کنید. رسول خدا میگه من لم یوقر کبیرنا فلیس منا. کسی کلانسالهای ما رو حرمت نکنه او از راه و رویش من نیست. بنابراین کلین عزیز معراجین کن، امروز شما پدر و مادراتان احترام کرده، دوست داشته، پیش اونها راستا خسته، صدا کردن در جوابشان لبیک گفته، یگان خواهشی کردن خواهشاشان خوب بیان اجرا کرده، فردا این مکافات از فرزنداتان میبینید. در قرآن به این گواه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. هر چی کردی با پدر آن را ببینی از پسر. ها این جهان کوه است فعل ما ندا، باز آید سوی ما عکس صدا. و بچه های عزیز، کلمه های عزیز، به خاطر
فایده خودتان احترام خسرو خوشدامان کنید. در پگه همین خسرو خوشدامانی بالای شما دم نمیاد. همون خدایی که امروز محبتی خسرو خوشدامان از دل شما گرفت، نسبت خسرو خوشدامان بیرحمی میکنه، میبره در به صاحب خانه میپرتایه، ان همون خدا فردا محبت بچه و دخترم از دل شما میگیرد. شما اونها دیگه دوست نمیدارن. نه کوشش کن. خیلی نزدیک میراجیم چند پدر و مادر. این پدر و مادر خیلی کم یافت است، خیلی قیمت است. همه چی یافت میشد اما پدر و مادر یافت نمیشه. من اسکندر، من پدر و بی همه چی دارم اما کنی مادر عزیزشان یابن، کنی پدرشان یابن، نه نمیابن. بنابر کوشش کن دعا اینها رو گیرسن. کجا که میری حتما از پدر و مادر اجازت گیر برای بشن. به اجازت نرو. زیرا دل پدر و مادر نسبت پردن خیلی هم حساس است. تا آمدن شما شب خوابش نمیبرد اگر به اجازت کجای رفته و نپرسیده باشه. خلاص این چند نصیحت کوتاه آید زندگیتان بود. خداوند بختان تیدو. میراجین عزیزی ما را پتی عروسش خیلی عزیزم، فرزندای خوب و زیبا براتان نصیب کنه. حاج محمد الله را در خانه شادی و خرسندی و این لحظه های شادی را، این لحظه های خرسندی را برای باقی مانده فرزندا و نبیره هاش خداوند برپا شدنش نصیب گرداند. بار دیگر قدوم مهمانای عزیزشان الله را در این خاندان مبارک کنه. دعا کنیم خداوند توی مبارک کنه. بین عروس و داماد خداوند الفت و محبت و عشق و وفا پیدا گرداند. همان الفت و محبتی که بین حضرت آدم و حوا و بین حضرت ابراهیم و سارا و بین حضرت یوسف و زلیخا و بین حضرت محمد و خدیجه کبرا پیدا گرداند. الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و کفانا و جعلنا من المسلمين.